سلام و درودی به پایان به کل هموطنان، به کل فارس زبانان روی دنیا. روزی همگی به خیر و شادی باشد. ماه شریف رمضان به همه مسلمانای روی دنیا مبارک باشد و اول همین را گوش میکنیم بعد صحبت میکنیم. علمان اثبات کردند که وقت نسبت به سالهای گذشته تیزتر گذشته ایستاده است. این را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته بودند قیامت نزدیک شود، وقت تیز خواهد گذشت. برای همین عمر خود را با ثمر صرف کنید و از کارهای بیهوده دوری جویید. بله، گوش کردیم برادرای عزیز. من همین گپا در چندین برنامه هم گفته بودم که برادرو من یگان کار دا اسپید نمیکنم. همین حوزی رو همین شو میشه روز میشه، چشم میپوشم شو میشه روز میشه. این همین نماز جمعه رو میخوندیم. من خیال میکردم که 2 روز گذشته با پگاه نماز جمعه حیران میشیدم، میگفتم خیلی تیز میگذره این روزا. اینا ببینید که پیغمبر خدا وقتش گفته بود در این ماه مبارک، در این ماه شریف رمضان بازم میگم که به قدر هم دیگر برسین، دست هم دیگر را بگیریم. خداوند بزرگ وقتی خوش، دماغ چاق، سری بلند به همه مسلمانای دنیا بده. سربلند و خانواد باشین. الان ما در مسکو قرار داریم. مترو لوبلینا داریم. اینجا مسکو داریم. سربلند و خانواد باشین. در حق همه دعا گوییم، شما هم در حق ما دعا باشید. زنده و سربلند باشید. رحم گم کدام ایست بده رحم.